من خدا امروز میخوایم که با هم در اینجا توسط پروگرام ادمپ یک نقشه‌ای که از اون عکسش پیش ماست و یا فوتوی پیش ماست او رو به شکل یک شکل دیجیتال شده در کامپیوتر ذخیره کنیم. شکل دیجیتال شده در کامپیوتر ابتدا لازم است که نقشه را ما برایش اسپاشیال رفرنسینگ برایش مشخص کنیم و به این منظور وقتی که ما یک نقشه ای را عکسش در اختیار داریم او تنها یک عکس است و هیچ گونه کوردینات داخل از او وجود ندارد. پس به خاطر از این که بخوایم یک عکس دیجیتایز کنیم و جیورفرنس کنیم لازم است که چند نقطه داشته باشیم و این نقطه های کنترل پوینت میگن. به این کنترل پوینت نقاطی است که ما از پیش قیمتایش رو میدانیم، مثلی که نقاط بنچمارکی باشه که در ساحه وجود داره، چندین نقاط بنچمارک در ساحه وجود داره و یا نقشه هایی که از قبل از او ساحه وجود داره و ما کوردینات از اونها رو میتونیم از این نقشه ها بگیریم و به صورت اون یا میتونیم از طریق جی پی اس تا ساحه رفته و 4 نقطه یا 5 نقطه رو بخوایم که در اونجا کوردیناتش گرفته و بیاریم از استفاده کنیم و به عنوان کنترل پوینت استفاده کرده و ما نقشه خود در یک کوردینات واقعیش جابجا کنیم. خب اینا رو ما در اینجا مرحله کار میکنیم. یک چیز لازم است که ما همون عکس که از نقشه وجود داره را اضافه کنیم. برای از این از لایرز از داتا میزنیم و از داتا سافتیر را به محلی که عکس ما قرار داره راهنمایی میکنیم که از ما فعلا در اینجا هستم. این عکس اضافه کنیم. عکس طور که شما میبینید در این قسمت وقتی ما کرسر موس تکان میدم کوردینات فعلی که عکس به طور اتومات اونجا گذاشته مشخص شده اما نشان میده. اما ما میخوایم که کوردینات اصلی که یعنی عکس در اون وجود داره، همین نقشه در اون وجود داره مشخص کنیم. فرضاً وقتی که ما میگیم این نقطه داره کوردینات فرضاً 15 است، میخوایم این واقعا 15 نشان بده اینجا. پس در اینجا ما باید به خاطر جابجا کردن این نقشه در جای اصلیش خود در موقعیت جغرافیایی اصلی خود ما نیاز به چند نقطه کنترلی داریم که ما در اینجا به صورت فرض مثال این 4 نقطه رو در اینجا انتخاب کنیم که شما میتونید این چندین نقطه رو در جاهای مختلف استفاده کنید نظر به تسهیلاتی براتون فراهم است. امکان داره نقاط شما در اینجا قرار داشته باشه، در اینجا قرار داشته باشه، در اینجا باشه یا در اینجا باشه، فرق نمیکنه. مقصد شما نقطه داشته باشین و این نقاط امکان داره شما از جی پی اس گرفته باشین، جی پی اس های بسیار رفته باشین. پس بخاطر ابتدا باید کوردینات نقاط کنترل پوینت وجود داشته باشه. به خاطر مشخص کردن و معرفی نقاط کنترل پوینت و این نقشه ما از گزینه از منوی جیورفرنسینگ استفاده میکنیم که جیورفرنسینگ ما قبلا در اینجا اضافه کردیم و در اینجا هستم. اما امکان داره در این قسمت شما قسمت نوارها همین جیورفرنسینگ شما وجود نداشته باشه. به این خاطر روی یکی از نوارها فرق نمیکنه در کجا باشه، فقط کلیک راست میکنیم و از اینجا جیورفرنسینگ ما اضافه میکنیم که در اینجا آمد. وقتی که میخواید جیورفرنسینگ کنیم باید مشخص دقیق داشته باشین که در این قسمت نوار جیورفرنسینگ اما تصویری که شما میخواین که جیورفرنسینگ شود نامش هم با این هر دوش و این هر دو با دوش مچ باشه. خب ما یه این درک کردم بعد این قسمت رو میذاریم اینجا. البته بازم به خاطر جیورفرنسینگ اینا در اینجا کار شد میتونید شما استفاده کنین. باز شما برین قبلش در قسمت کاستومایز و از اینجا اکستنشن و از اینجا این گزینه ها رو درش فعال کنید. اسپیشال انالایز رو در این فعال کنید. اگر اسپیشال انالایز در اینجا فعال نباشه شما نمیتونید جیورفرنسینگ استفاده کنید که ما قبلا استفاده کردیم، قبلا اینا رو فعال کنید. خب میریم برای دادن نقاط کنترل پوینت. این نقطه خود زوم میکنیم روش. بعد از قسمت جیورفرنسینگ روی کنترل پوینت اد کنترل پوینت استفاده کردم. کرسر ماوس سعی میکنیم که دقیق در محل تقاطع دو خط کلیک کنیم.
کلیک میکنیم. بعد از کلیک راست میزنیم، اینپوت x y میزنیم. در اینپوت x y قیمت های x و y نقطه خود برش وارد میکنیم که من از اینجا اینا رو قبلا دارم. این رو دیگه وارد میکنم. وقتی ما کلیک کردم دیدیم که شما تصویر گم شد. به خاطر چی؟ به خاطر وقتی ما جیوفرنسینگ کردم همون کوردینات در صفحه فعلی جایز ما در صفحه اصلی خود جابجا شد. به خاطر ما به خاطر دوباره بخوام نقشه خود رو ببینم، روی بخش لایر روی نقشه خود کلیک راست و زوم تو لایر میزنم. دوباره میریم نقطه دوم برش کوردینات میدیم. add control point کلیک راست نقطه دوم. این کوردینات که میبینین این کوردینات پیشفرضه که خود جایس براتون گفته. این کوردینات 476 کوردینات 476 476 2004 انشاءالله 527 فول اکستند نقطه سوم و به این ترتیب کوردینات نقطه چهارم وارد میکنیم. 476 و اما اگر ما بخوایم که نقاط خود را ببینیم و که آیا اشتباه شده نشده، ما از قسمت جیورفرسینگ از قسمت نوار جیورفرسینگ و قسمت ویو لینک تیبل استفاده کرده و قیمت های خود می‌بینیم که قیمت های قبلی به اینجاست، قیمت های نو به اینجاست. اگر کدام اشتباهی وجود آمده باشه میتونیم که از اینجا را تصحیح کنیم. از این میتونیم دیلیت کنیم. توتال RMS error که است میزان دقت کوردیناتی که ما وارد کردیم است. امکان داره ما به نقطه‌ای که وارد می‌کنیم از محل تقاطع میل تو خط بالا پایین باشه و به این خاطر این مقدار خطا می‌کنه که در اینجا هر چقدر این کوچکتر باشه خطای ما کمتر است و فرضاً شما کوشش کنید که از یک پایین‌تر باشه. مثلا اینجا اوکی می‌کنیم. فعلا کوردینات ها رو ما برای معرفی کردیم. ما هنوز تعریف کامل یعنی با خود نقشه تو رو نچسبیدم، به خاطر که بخوایم که این به نقشه ما واقعا اپلای شود ما از جیوفرنسینگ کلیک کرده از گزینه رکتیفای استفاده میکنیم. وقتی استفاده شد از اینجا از این میتونیم محلی که در اونجا میخوایم سیف کنیم را اضافه کنیم و به اینجا میخوایم اضافه کنیم از این میتونیم اسم برش میدیم. از اینجا سه از اینجا مای را یک صفحه نو باز میکنیم. میگم میخوایم که به یک فایل ارکومت سیف کنیم. این لازم نیست. دوباره نقشه که ما توی رفرنس کرده بودیم به این اضافه میکنیم. در این اضافه شد طوری که ما در اونجا مشخص شد تنها ما این نقطه را این نقشه را برش
کوردینات مشخص کنیم. اما حالا فعلا نمیدانیم که این کوردینات نظر به کدام پروژکشن هستند و به خاطر که سیستم مختصات جغرافی برش مشخص شود یا پروژکشن برش مشخص شود باید برای این نقشه خود پروژکشن معرفی کنیم. به طور مثال اگر ما روی هر نقطه از زمین نقشه کلیک کنیم فعلا به ما کوردینات اصلیش میده، اما روی کدام پروژکشن مشخص نیست. مثلا ببینید اینجا ما به اینجا کوردیناتش هست اما یونیتش مشخص نیست چون ما پروژکشن بهش معرفی نکنیم. به خاطر بخوایم پروژکشن معرفی کنیم ما اینجا از در ار کاتالوگ رفتم و در ار کاتالوگ همین جایی که نقشه ما وجود داره او رو پیدا کردم، نه این درست نقشه خود پیدا کرده و رویش کلیک راست کرده و برش پروژکشن معرفی میکنیم که از ما در این قسمت قرار دارم. right now رفرش میکنیم یعنی اینجا است، رفرش کردیم اینا کلیک راست میکنیم رویشه پروپرتیز از اینجا اسپیشال رفرنس ادیت میزنیم، میتونیم سیلیکت کنیم، میتونیم امپورت کنیم. امپورت اگر کدام نقشه دیگه پیش ما داشته باشید مربوط به منطقه باشه که جیو رفرنس که پروژکشن داشته باشه میتونید از اینجا فقط روی اون نقشه کلیک کنید و دو نقشه دارای مختص جغرافی یکسان باشه. اما اگر بخواید شما خودتون به صورت شخصی رو وارد کنید کوردینات سیستم مختصات از سلیکت استفاده کردن و از پروژکت کوردینات سیستم و از اینجا UTM ما استفاده میکنیم، WS84 استفاده میکنیم، نوک استفاده میکنیم، ریجن مورد استانبول قسمت ها میشه از 35 استفاده میکنیم و اپلای اوکی. از این اپلای اوکی. اما تانوس ببینید اینجا همین چی ما تانوس اینجا مشخص کوردینات سیستم مختصات برش معرفی نشده به خاطر که سیستم مختصات در این معرفی شد ما همین صفحه جایزه بسته کردن و یک صفحه نو باز میکنیم. وقتی صفحه نو باز کنیم دوباره اد لایر بود و دارم به اینجا فعلا مستر شده و مختصات برای این معرفی کنیم. این بود جیورفرنس کردن و تعریف مختصات جغرافی برای یک نقشه که ما به صورت عکس داریم و در قسمت های بعد ما میتونیم میره برایش کوردینات بدیم، میتونیم میره دیجیتایز کنیم نقشه ها را خود کنترل برایش معرفی کنیم. موفق و پیروز باشید.